پسرم بخیر است؟ با کجا می روی؟ از اول همش دروغ بود. چی؟ با اویلادور شوی راضی شدنتان. جواب دهید به من. از مادرم جدا می شوید، این را می دونیم. اصلا این جدا شوی برای بهبودی شماست، یعنی برای آرامی حیات این بده شما هرچی از دست حمایت میکنم. به این کاملا باور کنید. شما کاملا باور کنید. ما به همین هم میخواهیم شما جدا شوید. از آن که در یک خانه باشید و مدام جنجال کنید، با فکر ما بهترش در خانه الهیده باشید و آرام و آسوده زندگی کنید. همین خیلی نه خواهر جان؟ از شما سخت رنجیده باشم هم، ولی شما پدری ما هستید. یعنی شما را دوست می‌داریم. من هم شما را بسیار دوست می‌دارم و این مسئله را پشت سر می‌کنیم. می‌بینید مادرم عزیزترین و والاترین شخص در حیاتم، گنجی نایابم، با چشمانم راست نگاه کرده دروغ گفته است. وجدانش عذاب نداده است. وای وای. پسرم گوش کن. من اگر با آن اویلادور شوی راضی می شدم، من دیگر من نمی شدم. با یک امضای عادی حیاتم که دوام اینقدر سال بنیاد کردم برباد می رفت. برای همین مرا برباد دادم برایتان بهتر بوده؟ قادر تو نه. چطور وجدانتان گذاشت که مرا فریب داده به اتاق جراحی درآرید مادر؟ شما را بخشیدن برای ما آسان نخواهد بود پدر. نمیدانم، شاید هرگز بخشیده نتوانیم، ولی ما میخواهیم کوشش کنیم تا شما را ببخشیم و برای این تنها یک شرط داریم. چیست؟ به این سومکه خوب نگاه کنید مادر. حالا این را میگیرم، از این خانه برآمده میروم و هیچ یک نیرو مرا بازگردانده نمیتواند. فهمیدید؟ برای همین به این سومکه خوب نگاه کنید. به این سومکه خوب نگاه کنید مادر. دوام اینقدر سال ما رو فریب کردید پس است. ما دیگر صبر و طاقت نداریم. من میخواهم که شما را همچون پدرم ببینم. این دخترک هم میخواهد که شما را همچون پدرش ببیند. و از شما تنها یک خواهش داریم پدر، با آن زن اویلادور نشوید. ما فرزندان آن زن را قبول کرده نمیتوانیم. اگر با او خانه‌دار شوید ما را فراموش کنید پدر. مرا هم چیچک را هم دیگر اصلا نمیبینید. خواهش ما تنها همین است، یا فرزندانتان یا آنها. انتخاب کنید. اگر با کمال اویلادور نشوید از این خانه برآمده میروم و دیگر هرگز رویم را نمیبینید. فهمیدید؟ یا غرورتان یا پسرتان. انتخاب کنید. باید خطای خود را اصلاح کنم. گوش کنه دختر، این نامخولی را نکن. این کارت بسیار بی اخلاقانه است. از این کار را دست کش. گوش کن، تو یک دختر زیبا و با عقل هستی.
البته این کارو نمیکنی یعنی داره؟ خواهش میکنم از اینجا رفت. کوشش نجاتم را نکن، چون که همه کوشش هایت برای من بیهوده است. عشقم از دست دادم. میفهم هنگام ناموفق شدن در زندگی هیچگاه به بلندی نزدیک نشو، چون که تو به شیطان نزدیک او تو را مجبور می‌سازد تو خودت را هلاک سازی. تو در حقیقت اما درست به تاثیر خودش داری. بندگانی که خودکشی میکنند خدای بزرگ آنها را هیچگاه نمیبخشد. و من یک امکانیت دیگر بده، من البته تو رو خوشبخت میکنم. برای همین من تصمیم گرفتم که با تو خانه‌دار شم. تو به این چی میگویی؟ اون کسی که تکلیف خانه‌دار شدی رو به من کرد. میدونی که من رو از دم مرگ نجات داد. میدونی چی؟ یک مکار است. من مثل تو بر این پلیدها را بسیار دیدم. تو بر اینها حالا تو برای از حیات محروم ساختن خود حقدار نیست، اما پس از هلاک شدن البته پشیمان میشه. فرشته، من تو را تا این درجه فکر نمی‌کردم. تو چقدر انسانی بد بودی، دوباره زندگی من رو ویران کردی. لعنت به تو. من چه یکان کاری خطا کردم؟ همه کارم من را گفت من همه با تو چی کار کردم؟ و یاری تجلی خبر ده زودتر. تو همون کسی بود که برای من قریب خود را از حیات محروم می ساختم. مبارز من فرشته، خواهم نمسازم. فرشته چشمانت را خوشم. فرشته اما نشد. تو من رو این دفعه بگیر دادن. من چی کار کرده استیدم؟ من آدمان رو با نصیحت از دمی مرگ رها میکنم و اینک خودم به این حال گرفتارم و هیچ برای چی بدرم نامی مرا مبارز مانده است، چون که من باید تا آخر مبارز باشم. حالا ایستا، من با تو چنان بازی میکنم که از تولد شدنت پشیمان شوی. روزهای نزدیک پیشکش شما میگرده.